متی فصل 1 آیات 21 تا 23. او پسری خواهد زایید و تو نام او را عیسی، یعنی نجات دهنده خواهی نهاد، چون او قوم خود را از گناهانشان خواهد رهانید. و این همان پیغامی است که خداوند قرنها قبل به زبان نبی خود اشعیا فرموده بود. بنگرید، دختری باکره آبستن خواهد شد و پسری به دنیا خواهد آورد و او را امانوئل خواهند نامید. امانوئل به زبان عبری به معنی خدا با ماست. خداوند عیسی عدالت ما، روح تو جذب کرده ما را از کل دنیا. اتحاد ما با تو چه زیبا، با صلیب و قیام تو شعله ور در ما. ای شبان اعظم گله خداوند عیسی، داماد بوجلال سماوی بهر کلیسا. پدر از سما حاضر در هر جا، فرزندان تو گشته ای با خون عیسی. اتحاد ما با تو چه زیبا، بهر ما گمراهان کردی فرزندت فدا. ای شبان اعظم گله خداوند عیسی، داماد بوجلال سماوی بهر کلیسا. ای قوم خدا عروس عیسی، جامعه عدالت بر تن، زینت تقوا. اتحاد ما با تو چه زیبا، یگانگی رو باشد سرلوحه ما. ای شبان اعظم گله خداوند عیسی، داماد بوجلال سماوی بهر کلیسا. ای شبان اعظم گله خداوند عیسی، داماد بوجلال سماوی بهر کلیسا. در چنین شبی مسیح متولد می شود. همکنون منجی ظهور کرده است. در چنین شبی آوای آسمانی طنین انداز می شود. تمام مخلوقات شادمانی می کنند. در چنین شبی تمام کلیساهای دنیا با آنها هم نوا می شوند. جلال بر خداوند
در بالاترین جایگاه باد. هللویا. نازل شد عیسی با جلال خدا، منجی آمد جهان، هادی گمراهان. در آخری پس مسیحا مولود گشت، با اشک و آه و زجر عمرش بگذشت. دوستش دارم، او را ستایم، اوست راه و نورم در وجودم. خالق عظیم منجیم گردید، باری خدا در او بینی. شاه سماوی در کرد تخت و تاجش، ظاهر گشت او به ما در جسم انسان ها. نور خدایی بخشد روشنایی، جهان را داد از ظلمت رهایی. دوستش دارم، او را ستایم، اوست راه و نورم در وجودم. خالق عظیم منجیم گردید، باری خدا در او بینی. منجیم عیسی بهر من شد فدا، خالق این جهان طرد شد از مردمان. با فیضی عظیم آن خدای رحیم، با خون خود کرد از خند آزادم. دوستش دارم، او را ستایم، اوست راه و نورم در وجودم. خالق عظیم منجیم گردید، باری خدا در او بینی.
خداوندا افکار ما را روشن نما، تا پیغام فرشتگان را دوباره بشنویم و با افکار و قلب خود با چوپانان در بیت لحم برای دیدن جلال با شکوهی که از طریق نوزاد تازه متولد شده در آخر به وجود آورده اید همراه شویم. آمین. بخشی از کتاب مقدس رو با هم میخونیم. انجیل لوقا فصل 2 آیات 1 تا 3. در آن روزها آگوستوس قیصر فرمانی صادر کرد تا مردمان جهان همگی سرشماری شوند. این نخستین سرشماری بود و در ایام فرمانداری کورنلیوس بر سوریه انجام می شد. پس هر کس روانه شهر خود شد تا نام نویسی شود. عزیزان من، بریم سرود روحانی ای مؤمنین شادی کنید رو با هم بخونیم. ای تمامی روی زمین، خداوند را عبادت نمایید، بهر آن هدیه پربهایش دائما شکر و حمدش سرایید. چون که بخشید فرزند خود را تا شود فدیه در جلجتا. ای مؤمنین شادی کنید، در حضورش وجد نمایید، در مسیح تا ابدالآباد. در غم و سختی شادی نمایید، در جفا نام او را سرایید. گر که آزمایش بس عظیمی است، حمد و شکر تنها راه پیروزی است. گر که بارت نهادی بر عیسی، بهر چه زیر بار خم شوی؟ ای مؤمنین شادی کنید، در حضورش وجد نمایید، در مسیح تا ابدالآباد. در دل خود خدا را سرایید، دائما او را خوشنود نمایید. در حضورش کمال خوشی هاست، لذت واقعی و سرور است. چون پرستندگان خداوند او را با روح و حق شکر کنند. ای مؤمنین شادی کنید، ای مؤمنین شادی کنید، در حضورش وجد نمایید، در مسیح تا ابدالآباد. ای مؤمنین شادی کنید، در حضورش وجد نمایید، در مسیح تا ابدالآباد. در مسیح تا ابدالآباد. در مسیح تا ابدالآباد. در مسیح تا ابدالآباد. لوقا فصل 2 آیات 4 تا 7.
یوسف نیز از شهر ناصره جلیل رهسپار بیت لحم زادگاه داوود شد، زیرا از نسل و خاندان داوود بود. او به آنجا رفت تا با نامزدش مریم که زایمانش نزدیک بود نام نویسی کنند. هنگامی که آنجا بودند وقت زایمان مریم فرا رسید و نخستین فرزندش را که پسر بود به دنیا آورد. او را در قنداقی پیچید و در آخری خوابانید، زیرا در مهمانسرا جایی برایشان نبود. عزیزان من، بریم با هم سومین سرود روحانی رو که ای مسیح در تو داریم یقین نامش هست رو با هم بخونیم. در موکب زفر مسیح پیش روم با قوت خدا، عطر معرفتش افشانم بین انسانهای بینوا. ای مسیح قوت ما ز توست، با شهادت و با خون تو به ما قوت بخشیده ای، بر شیطان تسلط داده ای. پیروزی حاضر کردی بر مؤمنی، پیروزی حاضر کردی بر مؤمنی. ای مسیح در تو دارم یقین، ای مسیح در تو دارم یقین. سرای این سرود پیروزی با شادی در حضور خدا، با ایمان بر دنیا پیروزی تا رویم نزد منجی ما. ای مسیح قوت ما ز توست، با شهادت و با خون تو به ما قوت بخشیده ای، بر شیطان تسلط داده ای. پیروزی حاضر کردی بر مؤمنی، پیروزی حاضر کردی بر مؤمنی. ای مسیح در تو دارم یقین، ای مسیح در تو دارم یقین. غله شیطان فرو ریزد، چون آواز شادمانی خیزد. نه به قدرت و نه به قوت، بلکه با روح او بجرد. ای مسیح قوت ما ز توست، با شهادت و با خون تو به ما قوت بخشیده ای، بر شیطان تسلط داده ای. پیروزی حاضر کردی بر مؤمنی، پیروزی حاضر کردی بر مؤمنی. ای مسیح در تو دارم یقین، ای مسیح در تو دارم یقین. لوقا فصل دوم آیات 8 تا 14. در آن نواحی شبانانی بودند که در صحرا به سر می بردند و شب هنگام از گله خود پاسداری می کردند. ناگاه فرشته خداوند بر آنان ظاهر شد و نور جلال خداوند بر گردشان تابید. شبانان سخت وحشت کردند. اما فرشته به آنان گفت مترسید، زیرا بشارتی برایتان دارم
خبری بس شادی بخش که برای تمامی قوم است. امروز در شهر داوود نجات دهنده‌ای برای شما به دنیا آمد. او خداوند مسیح است. نشانه برای شما این است که نوزادی را در قنداقی پیچیده و در آخری خوابیده خواهید یافت. ناگاه گروهی عظیم از لشکریان آسمان ظاهر شدند که همراه آن فرشته در ستایش خدا می گفتند: جلال بر خداوند در عرش برین و صلح و سلامت بر مردمانی که بر زمین مورد لطف اویند. عزیزان من، بریم سرود روحانی بعدی که مژده مسیحا به دنیا آمده است رو با هم بخونیم. مژده عیسی به دنیا آمد، مژده منجی بشر آمد. اینک خدا با ما بود، مژده روح القدس آمد. در شهر داوود مسیحا را، آن خداوند کبریا را، این چگونه تولد شده، منور ساخته قلب ما را. طفلی در قنداق پیچیده بی، در آخر را خوابیده بی. نور عالم هویدا شده، کلام را مجسم ببین. این روز خوش از ایزد بود، عیسی هدیه پدر بود. او بعد داد و کرده وفا، زندگی ما از او بود. خدا را بر سما و بر زمین، سلامتی باد و بیش از این. در میان ما رضامندی، بود هم در اعلی علی. لوقا فصل 2 آیات 15 تا 20.
و چون فرشتگان از نزد ایشان به آسمان رفتند، شبانان به یکدیگر گفتند بیایید به بیت لحم برویم و آنچه را روی داده و خداوند ما را از آن آگاه کرده است ببینیم. پس به شتاب رفتند و مریم و یوسف و نوزاد خفته را در آخر را یافتند. چون نوزاد را دیدند، سخنی را که درباره او به ایشان گفته شده بود پخش کردند. هر که میشنید از سخن شبانان در شگفت میشد. اما مریم این همه را به خاطر می سپرد و در دل خود به آنها می اندیشید. پس شبانان بازگشتند، در حالی که خدا را برای هر آنچه دیده و شنیده بودند حمد و ثنا می گفتند، چرا که همه مطابق بود با آنچه به دیشان گفته شده بود. امشب ما شمعی را که نماد نور مسیح است روشن می کنیم. اشعیا فصل 9 آیات 2 تا 6. قومی که در تاریکی راه می رفتند نور عظیمی خواهند دید. بر کسانی که در سرزمین ظلمت زندگی می کردند روشنایی خواهد تابید. زیرا فرزندی برای ما به دنیا آمده، پسری به ما بخشیده شده. او بر ما سلطنت خواهد کرد. نام او عجیب، مشیر، خدای قدیر، پدر جاودانی و سرود سلامتی خواهد بود. آمین. خب عزیزان من، بریم با هم تا مراسم شام خداوند را اجرا کنیم. اول قرنتیان فصل 11 آیات 23 تا 26. این است آنچه خود خداوندمان عیسی مسیح درباره این شام فرموده است و من هم قبلا آن را به شما تعلیم دادم. خداوند ما عیسی مسیح در شبی که یهودا به او خیانت کرد نان را به دست گرفت و پس از شکرگزاری آن را پاره کرد و به شاگردان خود داد و گفت این را بگیرید و بخورید. این بدن من است که در راه شما فدا می کنم. این آیین را به یاد من نگاه دارید. همچنین پس از شام پیاله را به دست گرفت و فرمود این پیاله نشان پیمان تازه است میان خدا و شما که با خون من بسته شده است. هرگاه از آن می نوشید به یاد من باشید. به این ترتیب هر بار که این نان را می خورید و از این پیاله می نوشید در واقع این حقیقت را اعلام می کنید که مسیح برای نجات شما جان خود را فدا کرده است. پس تا زمان بازگشت خداوند این آیین را نگاه دارید. نزد سفره رحمت ها مهیا باش ربنا. تو ای گرسنه و تشنه او جانت را سیر کند. بیا به دعوت عیسی از دست پر مهرش نوش. این
است آن نان بهر نجات، این است آن خون بره. بیا به دعوت عیسی، از دست پر مهرش نوش. این است آن نان جسم عیسی، این است آن خون بره. نزد سفره رحمت ها مهیا با شراب و نان. تو ای گرسنه و تشنه، او جانت را سیر کنم. بیا به دعوت عیسی، از دست پر مهرش نوش. این است آن نان جسم عیسی، این است آن خون بره. بیا به دعوت عیسی، از دست پر مهرش نوش. این است آن نان بهر نجات، این است آن خون بره. این است آن خون بره، این است آن خون بره. عیسی مسیح فرمود این بدن من است که برای شما داده شده. این را بخورید و به یاد داشته باشید که عیسی مسیح برای شما مرد و به واسطه ایمانتان به شما غذای روحانی داد. عیسی مسیح فرمود این عهد جدیدی است بین من و شما که به وسیله خون من بسته شد و این پیاله نشانه این عهد است. بنوشید و به یاد دارید که عیسی مسیح برای شما مرد و سپاسگزار باشید. خب عزیزان من، آیاتی رو که مربوط به موعظه امروز هست برای شما میخونیم. انجیل لوقا فصل 1 آیات 26 تا 38. در ماه ششم جبرئیل فرشته از جانب خدا به شهری به نام ناصره که در استان جلیل واقع است به نزد دختر باکره‌ای که در عقد مردی به نام یوسف از خاندان داوود بود فرستاده شد. نام این دختر مریم بود. فرشته وارد شد و به او گفت سلام ای کسی که مورد لطف هستی، خداوند با توست. اما مریم از آنچه فرشته گفته بسیار مضطرب شد و ندانست که معنی این سلام چیست. فرشته به او گفت ای مریم نترس، زیرا خداوند به تو لطف فرموده است. تو آبستن خواهی شد و پسری خواهی زایید و نام او را عیسی خواهی گذارد. او بزرگ خواهد بود و به پسر خدای متعال ملقب خواهد شد. خداوند خدا تخت پادشاهی جدش داوود را به او عطا خواهد فرمود
او تا به ابد بر خاندان یعقوب فرمانروایی خواهد کرد و پادشاهی او هرگز پایانی نخواهد داشت. مریم به فرشته گفت این چگونه ممکن است؟ من باکره هستم. فرشته به او پاسخ داد روح القدس بر تو خواهد آمد و قدرت خدای متعال بر تو سایه خواهد افکند و این سبب آن نوزاد مقدس پسر خدا نامیده خواهد شد. بدان که خویشاوند تو الیزابت در سن پیری پسری در رحم دارد و آن کسی که نازا به حساب می آمد اکنون 6 ماه از حاملگی او می گذرد. زیرا برای خدا هیچ چیز محال نیست. مریم گفت باشد، من کنیز خداوند هستم، همانطور که تو گفتی. و فرشته از نزد او رفت. هر ساله در دنیا میلیون ها نفر میلاد عیسی مسیح رو جشن میگیرند. اما با توجه به دردها، رنجها، پریشانیها، کینه‌ها، نفرت‌ها، جنگ‌ها و خونریزی‌هایی که در دنیا وجود داره، به نظر میرسه که عده کمی هستند که مفهوم میلاد عیسی مسیح رو درک کرده باشند. متولد شدن مسیح از مریم باکره برای ما انسان‌ها یه تولد غیر عادی و تکرار نشدنیه و داستان زندگی عیسی مسیح یه داستان و زندگی منحصر به فرده. برای اینکه از ازل تا به امروز در تمام آفرینش عیسی مسیح تنها شخصی است که در جسم و در بعد انسانی مرتکب هیچ گناهی نشد. از طرف دیگه مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب با تمام مرگ ها در این دنیا کاملا متفاوته. عیسی مسیح قربانی یک واقعه نافرجام نبود که به خاطر یه آرمان با ارزش بمیره. عیسی مسیح به خاطر قهرمان شدن جون خودش رو فدا نکرد. عیسی مسیح در انجیل لوقا فصل 19 آیه 10 می‌فرمایند آمده‌ام تا گم شده را بجویم و نجات بخشم. بیایید با هم دعا کنیم. خداوندا، در این لحظه مقدس در آرامش حضور تو می ایستیم. دلهای خود را آرام می کنیم. فکرهای پراکنده را کنار می گذاریم و نگاه خود را به سوی تو بلند می کنیم. ای پدر آسمانی، امشب را به تو تقدیم می کنیم. زمان ما، کلمات ما و دلهای ما از آن توست. خداوندا، تو که نور را به تاریکی فرستادی و امید را در دل ناامیدان کاشتی، امشب نیز با نور حضورت در میان ما باش.
در این شب که تولد نجات دهنده را به یاد می آوریم، به ما یادآوری کن که عشق تو فروتنانه وارد جهان شد، نه با قدرت بلکه با محبت، نه با ترس بلکه با صلح. خداوندا دلهای خسته ما را آرام کن، قلبهای شکسته ما را شفا بده و وجود سرد ما را دوباره شعله‌ور ساز. اجازه بده که موعظه امروز فراتر از کلمات باشد و در عمق جان ما نفوذ کند. خداوندا دهان ما را بگشای تا حقیقت تو را بگوید، ذهن ما را روشن نما تا کلام تو را درک کند و قلب ما را نرم نما تا اراده تو را بپذیرد. در آستانه این موعظه ما نه به دانایی خود بلکه به روح پاک و مقدس تو تکیه می کنیم. ای روح القدس ما را هدایت نما، الهام ببخش و آنچه را که باید شنیده شود در قلب‌هایمان بنشان. باشد که هر آنچه که گفته می شود برای جلال نام تو باشد و برای بنای قوم تو. دعایم را می طلبم با شکرگزاری، با فروتنی و با امید در نام مقدس یگانه پسرت خداوند و نجات دهنده من عیسی مسیح. آمین آمین و هزاران آمین باد. خداوند خالق جهان هستی، زمین و آسمان، ماه و خورشید و ستارگان، روزها و شبها، رودها و دریاها، پرندگان آسمان و آبزیان، نباتات و حیوانات و هر آنچه که دیدنی و نادیدنی است را زیبا، بی‌نقص و نیکو آفرید. و زمانی که همه چیز را کامل و مهیا دید، انسان را آفرید. در کتاب پیدایش فصل اول آیات 26 تا 28 اینطور نوشته شده: پس از آن خداوند فرمود اینک انسان را بسازیم، ایشان مثل ما و شبیه ما باشند و بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و همه حیوانات اهلی و وحشی، بزرگ و کوچک، و بر تمام زمین حکومت کنند. پس خداوند انسان را شبیه خود آفرید، ایشان را زن و مرد آفرید، آنها را برکت داد و فرمود بارور و کثیر شوید، نسل شما در تمام زمین زندگی کند و آن را تحت تسلط خود درآورد. انسان تنها موجودی است که میتونه
با خداوند ارتباط روحانی داشته باشه. تنها موجود خاکی. برای اینکه خداوند در زمان خلق انسان روح خودش رو در وجود این موجود خاکی دمید. در پیدایش فصل 2 آیه 7 اینطور نوشته شده: آنگاه خداوند از خاک زمین آدم را سرشت. سپس در بینی آدم روح حیات دمیده به او جان بخشید و آدم موجود زنده‌ای شد. خداوند خالق جهان هستی انسان رو برای معاشقه کردن و جلال نام خودش آفرید. اما این انسان خاکی نسبت به خداوند مغرور و نافرمان و یاغی شد. این یاغیگری باعث شد که انسان مرتکب اولین گناه بشه. اولین گناه آدم باعث دوری و جدایی از خداوند و سقوط اون شد. پیدایش فصل 6 آیات 11-12 و رساله به رومیان فصل 5 آیه 12 رو با هم میخونیم. اما تمام مردم در حضور خدا گناهکار بودند و ظلم و ستم همه جا را پر کرده بود. خدا دید که مردم زمین فاسد شدند و همه راه فساد پیش گرفتند. گناه به وسیله یک انسان به جهان وارد شد و این گناه مرگ را به همراه آورد. در نتیجه چون همه گناه کردند، مرگ همه را در بر گرفت. گناه ما بین انسان و خداوند فاصله ای عظیم و عمیق ایجاد کرد. این فاصله و جدایی باعث شد که اکثر انسانها قادر به شنیدن صدای خداوند نباشند. این چنین شد که خداوند از میان مردم کسانی رو که به دنبال برقراری ارتباط با او بودند برگزید که همون پیامبران بودند. خداوند تمام پیامبرانش رو از قوم یهود برگزید، زیرا تنها قومی بودند که خدای واقعی رو پرستش می‌کردند. آخرین پیامبر خدا یحیای تعمید دهنده بود که 6 ماه پیشتر از تولد مسیح، یعنی در حدود 2025 سال پیش به دنیا آمد. اونها از طریق برقراری ارتباط روحانی با خداوند پیامش رو دریافت کرده و به دیگر مردمان میفرستادند. خداوند از طریق موسی به قوم یهود شریعت و 10 فرمان رو داد. 10 فرمان رو با هم میخونیم.
تو را خدایان دیگری به غیر از من نباشد. هیچ گونه بتی به شکل حیوانات، پرندگان و یا ماهی درست نکن. از نام من که خداوند خدای تو هستم سوء استفاده نکن و به آن قسم دروغ نخور. روز سبت را همواره به یاد آور و آن را مقدس بشمر. به پدر و مادر خود احترام بگذار. قتل نکن، زنا نکن، دزدی نکن، دروغ نگو. همسایت را دوست بدار و چشم طمع به مال، ناموس، اموال، غلامان و کنیزان او نداشته باش. شریعت و 10 فرمان باعث نجات انسان گناهکار نشد. چرا؟ زیرا از آنجا که ذات انسان آلوده به گناه بود و هست، پیامبران نیز از گناه مبرا نبودند. اولین گناه موسی ارتکاب قتل بود. گناه سلیمان این بود که در واپسین روزهای عمرش به خداوند پشت کرده بت پرست شد و هزاران گناه و خطای دیگر که در گذشته از پیامبران سر زده است. به همین دلیل بود که اونها هرگز نتوانستند قوم خدا را به مقصد برسانند. اما وعده نجات انسان به وسیله خداوند همواره پابرجا بود و هست. اشعیا فصل 7 آیه 14 رو با هم میخونیم. حال که چنین است، خداوند خودش علامتی به شما خواهد داد. آن علامت این است که باکری حامله شده پسری به دنیا خواهد آورد و نامش را امانوئل خواهد گذاشت. امانوئل یعنی خدا با ماست. آمین. خداوند از آخرین پیامبر عهد عتیق یعنی ملاکی و اولین پیامبر عهد جدید حدود 400 سال سکوت کرد و پیامبری برنگزید. بعد از ظهور آخرین پیامبر خدا یعنی یحیای تعمید دهنده، خداوند جسم گرفت و به میان ما آمد تا کار رو تموم کنه. پس از اون این انسان گناهکار و فانی به واسطه توبه از گناهان ذاتی و ایمان به عیسی مسیح و گرفتن غسل تعمید و دریافت غذای روحانی از کلام خدا و زیستن با روح القدس توانست از مرگ روحانی نجات یافته حیات جاودان رو به رایگان از خداوند دریافت کنه. انجیل یوحنا فصل 3 آیات 16 و 17 و فصل 1 آیات 12 و 14 رو با هم میخونیم. زیرا خداوند به قدری مردم جهان را دوست می داشت که یگانه پسر خیش را فرستاد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه زندگی جاوید یابد. خدا پسر خود را فرستاده است نه برای این که مردم را محکوم کند
بلکه به وسیله او نجاتشان دهد. کلمه خدا انسان شد و بر روی این زمین و در بین ما زندگی کرد. او لبریز از محبت و بخشش و راستی بود. ما بزرگی و شکوه او را به چشم خود دیدیم. بزرگی و شکوه پسر بی‌نظیر پدر آسمانی ما، خدا. اما او به تمام کسانی که به او ایمان آوردند این حق را داد که فرزندان خدا گردند. ولی فقط کافی بود به او ایمان آورند تا نجات یابند. هیچ دین و آیینی نمیتونه شرایط نجات بشر رو فراهم کنه. عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 6 می‌فرمایند: من راه راستی و حیات هستم. هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی آید. آمین. تمام احکام شریعت در عیسی مسیح کامل شد. خداوند جسم گرفت و به میان ما آمد. با ما نشست و با ما راه رفت. به نابینایان بینایی داد. به لنگان قدرت راه رفتن. وجود شریر زدگان رو از شریر پاک کرده و روح سلامتی در وجود آنها دمید. به محکومان بخشش و به ناامیدان امیدواری. به جزامیان پوستی پاک و سالم و به مردگان حیاتی دوباره بخشید. عیسی مسیح برای نجات ما به روی صلیب رفت و گناهان تمام مردم دنیا رو یک بار برای همیشه از طریق خون پاکش شست و بر روی صلیب میخکوب کرد. عیسی مسیح در انجیل متی فصل 11 آیه 28 می‌فرمایند: ای تمام کسانی که زیر یوغ سنگین زحمت می‌کشید، نزد من آیید و من به شما آرامش خواهم. از عیسی مسیح پرسیده شد که کدام یک از احکام شریعت از همه بزرگتر است. عیسی مسیح فرمودند: خداوند را که خدای توست با تمام قلب و جان و عقل خود دوست داشته باشید. این اولین و مهمترین دستور خداست. دومین دستور مهم نیز مانند اولی است. همسایه خود را دوست بدار به همان اندازه که خود را دوست می‌داری. تمام احکام خدا و گفتار انبیا در این دو حکم خلاصه می شود. و اگر شما این دو را انجام دهید، در واقع همه را انجام دادید. قانون طلایی در مسیحیت در متی فصل 7 آیه 12 گفته شده. اون رو با هم میخونیم. با دیگران همانطور رفتار کنید که میخواهید آنها با شما رفتار کنند. این است خلاصه تورات و نوشتار انبیا. عزیزان من، امروز دروازه های ملکوت خداوند به روی کسانی که به عیسی مسیح
ایمان نیاوردند بازه و شرایط نجات و دست یافتن به حیات ابدی مهیاست. اگر تا به امروز به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهنده ایمان نداری، امروز فرصتی است که نزد همگان ایمانت رو اعلام کن. ایمانت به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهنده. عیسی مسیح در کتاب مکاشفه فصل 21 آیات 6 و 7 می‌فرمایند دیگر تمام شد. من الف و یا و اول و آخر هستم. من به هر که تشنه باشد از چشمه آب حیات به رایگان خواهم داد تا بنوشد. هر که پیروز شود تمام این نعمت‌ها را به ارث خواهد بود و من خدای او خواهم بود و او فرزند من. آمین. Mary, my betrothed, you have the most beautiful eyes I've ever seen, and the sweetest smile. Don't be afraid. I'm the Lord's servant. Help us! Please! Lady, I believe your son is the promised king of his people. What is his name? His name is Jesus. Mary, did you know that your baby boy would one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy Baptize me. has come to make you new? Mary, And he's this here. child that you delivered will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy would give sight to the blind man? Peter, Mary, where's my did son? you know that your baby boy would calm the storm with his hand? Did you know that your baby boy has walked where angels try? And when you kiss your little baby, you kiss the face of God. Oh, Mary, did you know? my son. Mary, did you know? The blind will see, the deaf will hear, Is you. the dead will live again. Come out of him. The lame will leap, the dumb will speak, the praises Who are you? Mary, did you know? Tell me who you are. Your baby boy is Lord I am of Jesus. all creation. Mary, did you know that your baby boy would one day rule the nations?
heaven's perfect lamb, and the sleeping child you're holding is the great I خب عزیزان من، اعتقادنامه رسولان رو با هم میخونیم. من ایمان دارم به خدای پدر قادر مطلق، خالق آسمان و زمین، و پسر یگانه او خداوند ما عیسی مسیح، که به واسطه روح القدس در رحم مادر قرار گرفت و از مریم باکره متولد شد و در حکومت پنتیوس پلاتوس شکنجه و مصلوب شد، مرد و دفن گردید و به عالم ارواح نزول کرد و در روز سوم از مردگان برخاست، به آسمان صعود نموده و در دست راست خدای پدر قادر مطلق نشسته و از آنجا خواهد آمد تا زندگان و مردگان را داوری نماید. و ایمان دارم به روح القدس و به کلیسای مقدس جامع و به مشارکت مقدسین و به آمرزش گناهان و به قیامت بدن و حیات جاویدان. آمین. اعتماد بر عیسی نیکوست، هادی و امید ما، وعده های عالی از اوست در کلام او پیدا. بر عیسی دارم اعتماد، آزمودم وعده اش را. ای مسیح منجی آدم، فیضت را عطا فرما. اعتماد بر عیسی دارم، بر آن خون پاک او، خون فیض و دود جرمم، محض فیض و رحم او. بر عیسی دارم اعتماد، آزمودم وعده اش را. ای مسیح منجی آدم، فیضت را عطا فرما. اعتماد بر او شیرین است، آزادم ز قید و بند، شادی و سرورم در اوست آن مسیح خداوند. بر عیسی دارم اعتماد، آزمودم وعده اش را. ای مسیح منجی آدم، فیضت را عطا فرما. ای امید و شادی جان، دوست و منجیم عیسی، نور تو به رویم تابان، همدمم شوی هر جا. بر عیسی دارم اعتماد، آزمودم وعده اش را. ای مسیح منجی آدم، فیضت را عطا فرما.
مولود گشت، ظاهر کرد خدا محبتش را. در آخری پس مسیح مولود گشت، ظاهر کرد خدا محبتش را. تولد بیا در قلب‌های ما، در قلب‌های ما، مسیح عیسی. تولد بیا در قلب‌های ما، در قلب‌های ما، مسیح عیسی. تولد او، پرستش ما، شایسته او. چه مبارک است تولد او، پرستش ما، شایسته او. تولد بیا در قلبم عیسی، مبارک بساز زندگیم را. تولد بیا در قلبم عیسی، مبارک بساز زندگیم را. خب عزیزان من، دعای پایان مراسم رو با هم میخونیم. آرامش خداوند که بالاتر و افزونتر از هر فهم و درک است، محافظ و نگهدار قلب و عقلتان در درک عشق خداوند و پسرش عیسی مسیح سرور ما باشد. و برکات خداوند قادر، پدر، پسر و روح القدس برای همیشه با شما باشد. آمین.